فرصت‌های مناسب. هر کس می‌تواند با رفتار صادقانه به ثروت برسد. اگر منتظر ثروت هستید، این موضوع را فراموش نکنید. توجه داشته باشید که در مرحله آغاز جمع ثروت هستید. فراموش نکنید که کار تولید، بسته‌بندی و بازاریابی کالاهای مورد نیازی شما میلیون‌ها نفر را به شغل فرا گرفته است. شخصانی در مقابل پیشنهاد خدمت‌های خود همه سال میلیون‌ها دلار پول می‌گیرند تا با آن هر چی را که می‌خواهند خریداری کنند. شما می‌توانید با پیشنهاد خدمت‌های خود به ناز و نعمت برسید. هیچ عاملی نمی‌تواند شما را از رسیدن به هدفتان باز دارد. اگر کسی از آموزش، استعداد و تجربه بیشتری برخوردار باشد، می‌تواند مبلغ‌های هنگفتی از ثروت را جذب کند و کسانی که در این زمینه از حالتهای ضعیفتر برخوردارند مسلماً دریافتی کمتر خواهند داشت. با این حساب این میدان فرصتهای مناسب بالهای خود را برای شما گشاده‌اند. قدم به پیش بگذارید، هدف انتخاب کنید، برنامه آماده کنید و آن را به اجرا بگذارید و با اصرار و پافشاری برای عملی کردن آن حرکت کنید. دیگر مسئله ها خود به خود حل می شوند. بدانید که چیزی از شما دریغ نمی شود، اما نمی توان گفت که می توانید ثروت را در مقابل هیچ چیز به دست آورید. توجه داشته باشید که نظام به وسیله قانون اقتصاد اداره می شود و به حکم این قانون تا چیز ندهید چیز دریافت نمی کنید. فصل هفتم، برنامه ریزی سازمان یافته. گام ششم، به سوی ثروت. گفتیم که آغاز هر چی را انسان خلق می کند باید با میل و خواسته او آغاز شود. میل و اشتیاق آغازگری راه هستند. از تجربه آغاز می شوند و حالتی واقعی پیدا می کنند. به کارگاه تخیل می روند تا برنامه برای انتقال آن تهیه شود. در فصل دوم گفتیم برای تبدیل میل و خواسته به پول باید 6 قدم بردارید. از جمله آنها داشتن یک یا چند برنامه عملی است که به صورت خارجی گرفتن این تحول کمک می کند. در این فصل درباره تهیه برنامه عملی جهت رسیدن به خواسته های خود بحث می کنیم. با کسانی که با کمک آنها برای طرح این برنامه نیاز دارید همکاری کنید. برای توضیح بیشتری مطلب شما را به مطالعه فصلی که در باره استفاده از نیروی دیگران در همین کتاب اختصاص داده ایم دعوت میکنیم. در خاطر داشته باشید که توجه به این اصل بسیار ضروری است. هرگز آن را فراموش نکنید. قبل از تشکیل گروه همکاران ببینید که متقابلا در عوض همکاری آنها چه امتیازات می توانید برای هر یکی آنها در نظر بگیرید. توجه داشته باشید که کسی به دریافت مزد و پاداش دو طرفه تا ابد برای شما کار نمی کند. انسانی با ذکاوت می داند که دیگران به دریافت مزد و پاداش کار خود تن به کار نمی دهند، هرچند که این مزد و پاداش ممکن است همیشه به شکل پول نباشد. با اعضای گروه خود هفته 2 بار و اگر لازم شد بیشتر جلسه برپا کنید تا به اتفاق برنامه یا برنامه‌های لازم برای جمع پول آمادگی بینید. میان خود و دیگر اعضای گروه هماهنگی کامل ایجاد کنید. ناهماهنگی اکثراً به شکست می انجامد. به هماهنگی کامل اصل استفاده از نیروی دیگران به جای نمی رسد. این حقیقت ها را به ذهن خود بسپارید. نخست شما دست به کار زدید که برایتان از اهمیت فراوان برخوردار است. برای اطمینان از موفقیت باید برنامه‌های بی‌کم و کاست داشته باشید. دوم باید از امتیاز تجربه، آموزش
توانایی و تصور دیگر ذهنها برخوردار باشد. همه کسانی که ثروت کلان اندوخته‌اند از این مهم برخوردار بودند. هیچ کس به تنهایی تجربه، آموزش، توانایی و دانش کافی ندارد که با آن به ثروت کلان برسد. به همکاری دیگران این مهم امکان پذیر نیست. هر برنامه‌ای که در تلاش خود برای کسب ثروت انتخاب کنید باید حاصل اندیشه شما و دیگر اعضای گروه شما باشد. البته بخش یا تمام برنامه می تواند از شما منشأ بگیرد. با این حال لازم است که کسان گروه شما به این برنامه مهر یاری بزنند. در صورت شکست هر برنامه بعدی را به اجرا بگذارید. اگر نخستین برنامه انتخابی شما با موفقیت همراه نبود، جای آن را با برنامه دیگری تغییر دهید و آنقدر ادامه دهید تا برنامه تأثیرناک و مفید بیابید. واقعیت در همین جاست که بسیار شخصان به دلیل نبودن پافشاری و اصرار با شکست روبرو می شوند. باهوشترین کسان به داشتن برنامه‌های معین و مشخص نمی توانند موفق شوند. این حقیقت مهم را به ذهن بسپارید. وقتی برنامه به شکست می انجامد، بدانید که شکست موقتی به معنای ناکامی دائمی نیست. تنها معنای احتمالی آن این است که ممکن است برنامه‌های شما درست و اعتراف شده نباشد. برنامه دیگری بریزید و از نو آغاز کنید. شکست موقتی تنها می تواند یک معنا داشته باشد و آن این که جای از برنامه شما نقص دارد. میلیون ها انسان در فقر و فلاکت زندگی می کنند زیرا برنامه سالم و مناسبی ندارند که آنها را به مال و ثروت برساند. توجه داشته باشید که موفقیت شما هرگز از اندازه درستی برنامه شما فراتر نمی رود. انسان تا زمانی که خود را شکست خورده نپندارد شکست خورده نیست. جیمز هیل در تلاش نخستین خود برای فراهم آوردن سرمایه لازم برای ایجاد خط آهن سراسری از شرق و غرب ناکام ماند. اما با کمک برنامه‌های نو جای شکست را به موفقیت عوض کرد. هنری فورد نه تنها در آغاز فعالیت تولید اتومبیل بلکه بعداً وقت پیشرفت کرد و به اوج رسید که بارها به طور موقت شکست خورد، اما با کمک طراح برنامه‌های جدیدی راه را به سوی پیروزی و رسیدن به تناسایی هموار کرد. با کسانی برخورد می‌کنیم که ثروت و مال و منال فراوان اندوختند، اما تنها پیروزی آنها را می‌بینیم و شکست‌های موقتی آنها برای رسیدن به پیروزی قطعی را فراموش می‌کنیم. دستیابی به پیروزی به پشت سرگذاشتن شکست‌های موقتی تقریباً امکان پذیر نیست. وقتی در اجرای برنامه خود شکست می‌خورید، این شکست را به حساب آن بگذارید که نقصان در برنامه شما وجود داشته است. برنامه خود را بازسازی کنید و بار دیگر به تلاش خود ادامه دهید. اگر قبل از رسیدن به هدف تسلیم شوید، از عزم و اراده کافی برخوردار نیستید و کسی با این مشخصات هرگز در زمره برندگان قرار نمی گیرد. یک برنده هرگز توقف نمی کند این جمله را روی کاغذ بنویسید و آن را جای بگذارید که قبل از خواب و روز صبح بعد از بیدار شدن آن را بخوانید. هنگام انتخاب اعضای گروه همکاران خود کسانی را انتخاب کنید که شکست را جدی نگیرند. بعضی ها از روی نادانی گمان میکنند که تنها پول تولید پول میکند. این هرگز حقیقت ندارد. در صورت رعایت اصول درج شده در این کتاب میل به معادل پولی خود تبدیل می شود. از پول به تنهایی کار برنمی آید. پول توانی حرکتی اندیشیدن یا حرف زدن ندارد، اما می تواند صدای هر کسی را که به او میل کند بشنود. برنامه‌ریزی
برای فروش خدمت‌های شخصی. برنامه‌ریزی هوشمندانه برای موفق شدن در بسیاری از کارها و فعالیت‌هایی که برای جمع ثروت صورت می‌گیرد لازم است. در اینجا می‌توانید با جزئیات دستورالعمل‌ها برای کسانی که می‌خواهند با فروش خدمت‌های شخصی خود به ثروت برسند آشنا شوید. جالب است اگر بدانید که عملاً تمام موفقیت‌های بزرگ با دریافت مبلغی جبران برای خدمت‌های شخصی یا با فروش نقطه نظر شکل گرفته‌اند. جز ایده و خدمت‌های شخصی چه چیزی دیگری می‌تواند به ثروت و نعمت بیانجامد؟ بسیاری از رهبران قبلاً پیرو و هوادار بودند. به طور کلی در دنیا با دو دسته شخصان روبرو هستیم. گروه اول را پیروان و گروه دوم را رهبران تشکیل می‌دهند. از همان آغاز درباره آن که در کدام گروه می‌خواهید قرار بگیرید. باید تصمیم گیرید فرق جبران پرداخت این دو موقعیت بسیار زیاد است. پیروی منطقاً نمی‌تواند انتظاری داشته باشد که به اندازه رهبران درآمد گیرد، هرچند بسیاری از پیروان به اشتباه چنین می‌پندارند. اما باید دانست که پیرو بودن هرگز به معنای کمتر بودن و مایه شرمساری نیست. از سوی دیگر پیرو باقی ماندن هم اعتبار در بر ندارد. بسیاری از رهبران بزرگ زمان پیرو بودند، اما به شرافت هوش و فراست خود به رهبری رسیدند. با چند استثناء، شخصانی که نمی‌توانند باهوشانه و ذکاوتمندانه از یک رهبر پیروی کنند، نمی‌توانند خود یک رهبری بزرگ شوند. یک پیروی باهوش و با فراست امتیازهای سرشمار دارد که یکی از آنها آموختن دانش از رهبر خود می باشد. خصوصیت‌های مهم رهبری. عامل‌های مهم در رهبری را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد. شجاعت پیوسته بر اساس شناخت از خویشتن و از کسان مقابل. پیروی نیست که بخواهد از یک رهبری به اعتماد به نفس پیروی کند. هیچ پیروی باهوش و با فراست مدت طولانی تحت تأثیر این رهبر قرار نمی‌گیرد. دوم، توان اداره خویشتن. کسی که نتواند خود را اداره کند هرگز نمی‌تواند دیگران را اداره کند. کسی که می‌تواند بر خود غالب شده باشد سرمشق پیروان خود می‌شود. سوم، داشتن احساس انصاف و عدالت. به داشتن احساس انصاف و عدالت هیچ رهبر نمی‌تواند احترام پیروان خود را جلب کند. چهارم، قطعیت در تصمیم گیری. کسی که در تصمیم گیری دارای قطعیت نیست نشان می‌دهد که به خود باور ندارد و نمی‌تواند دیگران را با موفقیت راهنمایی کند. پنجم، داشتن برنامه‌های مشخص. رهبری موفق باید کارش را برنامه‌ریزی کند و آن را به اجرا بگذارد. رهبری که با تخمین و گمان کار می‌کند، رهبری که برنامه‌های قبلی و عملی نداشته باشد، به کشتی به چنبر مانند است که دیر یا زود به خرسنگ‌ها برخورد خواهد کرد. ششم، رهبر باید از پیروان خود فعالتر باشد. هفتم، شخصیت خوشایند. هیچ انسانی بی توجه نمی‌تواند یک رهبری موفق شود. رهبری احترام لازم دارد. از میان شخصان کسی که دارای شخصیت خوشایند نیستند به او پیروی نمی‌کنند و احترام نمی‌گذارند. هشتم، احساس همدلی و همدردی. رهبری موفق به همکارانش همدردی می‌کند. رهبری موفق کسی است که پیروان خود و مشکل‌های آنها را می‌شناسد. نهم، آگاهی بر کارها. رهبری موفق باید بر جزئیات کار خود آگاهی داشته باشد. دهم، تمایل به قبول مسئولیت. رهبری موفق باید مسئولیت اشتباه‌ها و نقصان‌های همکارانش را بپذیرد. اگر بخواهد مسئولیت‌هایش را به گردن دیگران بیاندازد، رهبر باقی نخواهد ماند. اگر یکی از پیروان رهبر اشتباه کند و در هیبت شخصی بی صلاحیت ظاهر شود،
رهبر باید خود را مسئول ناکامی او بداند. 11. همکاری. رهبری موفق کسی است که اصلی فعالیت‌های دستگیری را می‌داند و آن را به کار می‌گیرد. رهبر باید بتواند همکارانش را به انجام کار تشویق کند. رهبری قدرت و قدرت همکاری لازم دارد. ما با دو نوع رهبری روبرو هستیم. نوع نخست که تأثیرناکتر است و کارایی بیشتری دارد، رهبری آمیخته با رضایت همکاران است. نوع دوم رهبری بر اساس جبر و زور است. در این مورد اخیر معمولاً رضایت خاطر پیوندان و همدردی آنها وجود ندارد. تاریخ عبارت از حادثات است که نشان می‌دهد که رهبری بر اساس زور نمی‌تواند دوام داشته باشد. افزایش دیکتاتوری پادشاهان و سلطانان نمونه قابل توجه است که می‌توان به آن اشاره کرد. معنا و نشانی آن این است که مردم برای همیشه رهبری آمیخته با دیکتاتوری را قبول نمی‌کنند. ناپلئون، موسولینی و هیتلر نمونه رهبری بر اساس زور بودند. دوران رهبری آنها بر سر رسید. رهبری بر اساس رضایت پیروان یگانه نوع رهبری است که می‌تواند دوام داشته باشد. شخصان رهبری دیکتاتوران را به زور می‌پندارند اما تمایل به آن ندارند. طرز نوع رهبری عاملی را که در این فصل به آن اشاره کردیم و نیز چند عامل دیگر را در نظر می‌گیرد و آن را رعایت می‌کند. کسی که از این عامل‌ها برای رهبری استفاده می‌کند می‌تواند از فرصت‌های سرشمار در زندگی برخوردار باشد. 10 سبب مهم شکست رهبری. اکنون به نقصان‌های مهم رهبران شکست خورده می‌رسیم. باید به همان اندازه که از پرداختن به کارهای سودمند استقبال می‌کنیم، از پرداختن به بعضی از کارها خودداری نماییم. 1. ناتوانی در سازماندهی. رهبر کارآمد را سازمان دادن کارها و آگاهی داشتن لازم است. هیچ رهبر آنقدر گرفتار سرکاری نیست که به وظیفه‌های رهبری خود عمل نکند. کسی که در مقام رهبری اعتراف می‌کند که به سبب نداشتن شرایط نمی‌تواند در برنامه‌های خود تجدید نظر کند، ناکارآمدی خود را اعتراف کرده است. رهبر موفق باید بر جزئیات وابسته به وظیفه‌اش آگاهی داشته باشد و البته معنای این حرف این است که او باید جزئیات کار خود را به کسان لایق و کاردان بسپارد. 2. نداشتن فروتنی. رهبران بزرگ مائلند و رغبت دارند که برای خدمت به دیگران تن به هر کاری که توان انجامش را دارند بدهند. عباره بزرگترین شما کسی است که بیشتر به دیگران خدمت کند. واقعیت است که تمام رهبران موفق آن را رعایت کرده و به آن احترام می‌گذارند. 3. توجه داشته باشد که دنیا به شخصان نه به دلیل علم و آگاهیشان بلکه به خاطر کارشان و به خاطر ترغیب دیگران به کار پاداش می‌دهد. 4. ترس از رقابت پیروان. رهبری که از پیروان خود می‌ترسد تا جای او را نگیرند دیر یا زود مقام رهبری را از دست می‌دهد. رهبری توانا شخصان را پرورش می‌دهد که بتواند به اراده خود هر بخش کارش را به آنها واگذار کند. تنها این گونه است که یک رهبر می‌تواند کار خود را بسیار کند و به جنبه‌های مختلف کارها توجه نماید. یک رهبر تأثیررسان و کارآمد می‌تواند با کمک دانش شغلی و خاصیت مگنیتی شخصیت خود کارآمدی دیگران را افزایش داده، آنها را به پیشنهاد خدمت‌ها بهتر تشویق کند. نداشتن تصور و خیال. رهبر به داشتن قدرت تصور و تخیل نمی‌تواند به شرایط ناچار روبرو شود و برنامه‌ای بریزد که پیروان خود را به گونه‌ای تاثیرگذار هدایت کنند. 6. خودخواهی. رهبری که همه موفقیت‌های پیروان را به پای خود می‌نویسد بیشک دیگران را آزرده می‌کند. رهبری واقعی هرگز چنین ادعایی ندارد. رهبری بزرگ کسی است که همه موفقیت‌ها را به همکاران خود نسبت می‌دهد، زیرا به خوبی می‌داند که بسیار شخصان صرف نظر از دریافت دستمزد
به شناخت و اعتبار خود علاقمند هستند. هفتم، افراط. پیروان و رهبری که دامن اعتدال را نگه نمی دارد، احترام نمی گذارند. گذشته از آن به اعتدالی در نوها و قسمهای خود پایداری شخصان را نابود می کند. هشتم، نبودن صمیمیت. احتمالاً بهتر می بود که این موردی اخیر را در آغاز فهرست می آوردیم. رهبری که نسبت به سازمان، همکاران زیردست و بالادست خود صمیمی نیست، نمی تواند مدتی طولانی به کار رهبری ادامه دهد. نداشتن وفاداری و صمیمیت مقام انسان را تا حدی ذره‌های خواب پست می کند و او را به موقعیتی که زیبنده اوست پایین می آرد. نداشتن وفاداری یکی از سبب‌های مهم شکست و ناکامی بسیاری از شخصان است. نهم، تأکید به اختیار و اقتدار. رهبری کارآمد همکارانش را تشویق می کند. رهبری موفق هرگز در دل همکاران خود ترس و هراس نمی کارد. رهبری که سعی دارد همکارانش را با مقام و اقتدارش تحت نفوذ قرار دهد، در شمار کسانی است که به رهبری آمیخته با زور علاقمند هستند. رهبری واقعی جز با عمل و رفتار خود نمی تواند رهبری خود را به دیگران ثابت کند. رهبری خوب کسی است که نسبت به همکاران خود همدردی می کند، آنها را درک و شرط انصاف را رعایت می کند. دهم، تأکید بر مقام و عنوان. رهبری شایسته به مقام و عنوان خود برای ایجاد احترام در همکارانش نیاز ندارد. کسی که بیش از اندازه به عنوان خود تکیه می کند، جز این چیزی که به آن تکیه کند ندارد. درهای اتاق رهبری واقعی برای همه کسانی که مایل به ملاقات او هستند باز است. محل کار رهبری واقعی پاک از تشریفات رسمی است. زمینه‌های پرثمر برای رهبری. قبل از پایان دادن به این فصل توجه شما را به شرایط مناسب برای رهبری جلب می کنم. یکم، در زمینه سیاست نیاز به رهبران نو بسیار زیاد است. این نیاز در حال حاضر حالتی درماندگی پیدا کرده است. دوم، نظام بانکداری در آستانه دیگرگونی است. سیوم، صناعت به رهبران نو نیاز دارد. رهبری آینده در صناعت برای ادامه کار خود باید خود را شخصیت احساس کند که در طرز اراده شرکتش سختی را به کارکنانش تحمیل ننماید. چهارم، رهبری مذهبی آینده مجبور است که به نیازهای اخلاقی پیروانش توجه داشته باشد. باید بتواند مشکلات و مسئله‌های شخصی آنها را حل و فصل کند. پنجم، در زمینه وکالت، حقوق، طب و آموزش شکل نوی رهبری و تا حدودی رهبران نو لازم است. این امر به ویژه در آموزش و پرورش احساس می شود. رهبر در این زمینه باید راه‌های آموزش دادن به شخصان از جمله راه استفاده پرثمر از آموزش‌های رسمی را بیابد. در این زمینه لازم است که بیشتر به جای کارهای نظری به کارهای عملی توجه شود. در زمینه روزنامه‌نگاری نیز به رهبران نو نیاز است. مطلب‌هایی که خواندید تنها معدود زمینه‌هایی هستند که در آن شکل‌های نوی رهبری احساس می‌شود. دنیا با تغییر و پیشرفت شدید روبروست و معنای آن این است که باید زمینه را برای هماهنگ شدن با این تغییرات آماده نمود. مطلب‌هایی که در اینجا توضیح داده می‌شوند راه حرکت تمدن را مشخص می‌سازند. کی و چگونه خواستار شغل نو شویم؟ اطلاعاتی که در اینجا به شما در میان می‌گذاریم حاصل سالهای تجربه است که در فاصله آن هزاران زن و مرد توانستند خدمت‌های خود را به طور تأثیرناک به بازار عرضه کنند. به حکم تجربه می‌دانیم که رعایت نکته‌های زیر پرثمرترین روش برای روبروی هم قرار دادن فروشنده و خریدار در بخش خدمات شخصی است. یکم، اداره کاریابی. باید سعی کرد که مؤسسه‌های محترم و خوشنام را انتخاب کنیم.
باید سازمان‌هایی را انتخاب کنیم که سابقه خوب و درخشانی داشته باشند. دوم، درج آگهی در نشریه‌های تجارتی. آگهی‌های طبقه بندی شده اکثرا نتیجه‌های رضایت بخش برای خواستاران، مشغولیت‌های دفتری، اداری و کارمندی دارند. آگهی‌های درخواست کار باید از سوی شخصانی آزموده در این زمینه تهیه شود. باید کسانی که اقدام به تهیه این آگهی‌ها می‌کنند توانایی‌های خواستاری را به شکل مطلوب به صاحبان شغل‌ها اطلاع دهند. سوم، نوشتن درخواست‌های شخصی برای به دست یافتن شغل. این درخواست‌ها مستقیما برای مؤسسه‌ها یا کسان نوشته می‌شوند. اینها باید با دقت و ظرافت چاپ شوند و همیشه با دستخط خواستار امضا شوند. در این درخواستنامه باید به چند از توانایی‌ها و مشخصهای خواستار اشاره شود. هم درخواستنامه و هم خلاصه تجربه‌های شخصی باید از سوی یک شخص سنجیده تهیه شود. چهارم، درخواست دادن از طریق آشنایی‌های شخصی. در صورت امکان خواستار شغل باید آشنایی واسطه میان خود و کارفرما ایجاد کند. این امر به ویژه برای درخواست کنندگان شغل سرپرستی که نخواهند شخصانی درخواست کننده باشند مفید است. پنجم، درخواست شخصی برای کار. در بعضی از موردها ممکن است بهتر این باشد که خواستار شغل شخصاً خدمت‌های خود را به کارفرمای احتمالی پیشنهاد کند. در این مورد لازم است که صفت‌ها و توانایی‌های شخصی برای شغل موردی درخواستی تهیه و نوشته شود، زیرا این احتمال وجود دارد که کارفرما بخواهد موضوع همکاری احتمالی با درخواست کننده را با همکارانش در میان بگذارد. اطلاعاتی که باید به صورت نوشته پیشنهاد شوند. نوشتن خلاصه صفت‌ها و خصوصیت‌های شخصی باید به دقت تهیه شود. فرض کنید که وکیل خود را برای حمایه شوندش در دادگاه آماده می‌سازد. اگر درخواست کننده شخصاً تجربه کافی در تهیه این خلاصه‌نامه نداشته باشد، باید با کسی که در این زمینه از تجربه کافی برخوردار است مشورت کند. بازرگان موفق کسانی را به خدمت می‌گیرند که برای نشان دادن ویژگی‌ها و خصوصیت‌های چیز و چاره خود از هنر روانشناسی و تبلیغ آگاه باشند. کسی که خدمت‌های شخصی برای فروش دارد نیز باید به همین شکل رفتار کند. اطلاعات زیر باید به طور خلاصه در درخواست گنجانده شوند. یکم، تحصیلات. به طور خلاصه اما در عین حال پر سابقه تحصیل خود را با ذکر رشته تحصیل به دلیل انتخاب این رشته بنویسید. دوم، تجربه. اگر در زمینه کاری موردی درخواست قبلا تجربه های دارید، آن را به صورت کامل درج کنید. نامها و سراغ کارفرمایان قبلی خود را بنویسید. هر تجربه خاصی با شغل موردی درخواست خود علاقمند را ذکر کنید. سوم، به طور طبیعی اکثر مؤسسه‌های تجارتی می‌خواهند اطلاعات درباره سابقه‌های شما داشته باشند. از این رو تا حد امکان نسخه‌های از توصیه‌نامه‌های کارفرمایان سابق به استادانی که زیر نظر آنها درس خوانده و شخصانی که توصیه آنها ممکن است مد نظر قرار گیرد تهیه کنید. عکس نوی به درخواستنامه خود چسبانید. برای پشتی مشخص درخواستنامه بدهید. از دادن درخواستنامه شغلی به این که توضیح دهید به انجام چی کار میل دارید خودداری نمایید. از نوشتن این که نوع شغل برایم مهم نیست به شدت خودداری کنید، زیرا این به آن معناست که شما صفتهای تخصصی ندارید. ششم، حالتهای خود را برای شغلی که خواستار آن هستید بیان کنید. دلیلهای کامل خود را در این زمینه که چرا خود را شایسته این شغل می‌دانید بنویسید. این مهمترین بخشی درخواستنامه شغل شماست، زیرا توجه دیگران را نسبت به شما جلب می‌کند. هفتم، پیشنهاد کنید که مدت به صورت آزمایش کار کنید.
ممکن است به نظر پیشنهاد بیش از حد برسد، اما تجربه ثابت کرده است که بسیار وقتا این سیاست ثمره بیشتر می‌دهد. اگر به صفتهای کاری خود باور دارید، کار به صورت آزمایشی یگانه چیزی است که به آن احتیاج دارید. از آن گذشته این طرز برخورد نشان می‌دهد که شما برای اجرای شغلی که خواستار آن هستید اطمینان خاطر دارید. بسیار ضرور است که برای پیشنهاد کار آزمایشی خود دلیل‌های ذکر کنید. به توانایی خود برای اجرای آن شغل اعتماد دارید. ب. باور دارید که کارفرما بعد از انجام دوره آزمایش شما را به کار قبول می‌کند. و. عزم جزم دارید که از عهده این شغل برآیید. 8. آگاهی از فعالیت کارفرمای احتمالی. قبل از تهیه درخواستنامه شغلی درباره نوع کاری که طلبگار آن هستید بررسی کنید و در درخواستنامه به صورت مختصر به علم و آگاهی خود درباره آن شغل اشاره کنید. بیشک این طرز برخورد بسیار موفق واقع می شود، زیرا نشان می دهد که شما دارای قوه تصور و علاقمند به شغل درخواست کننده تان هستید. توجه داشته باشید که واقعا نه وکیلی که درباره علم حقوق آگاهی بیشتر دارد پیروز می شود، بلکه وکیل پیروز می شود که خود را برای حضور در دادگاه به طور درست آماده می کند. با ذکر خصوصیت های خود به طرز درست از همان آغاز بخش مهمی از پیروزی را به دست آورده اید. از کم طولانی شدن درخواستنامه شغلی پروا نکنید. بدانید که کارفرمایان بیشتر به خادم خدمت های کسان مائل هستند که از رغبت لازم برای احراز شغل برخوردارند. در واقع موفقیت اکثر کارفرمایان موفق به توانایی آنها در انتخاب شخصان لایق وابسته است. آنها بر همه اطلاعات موجود نیاز دارند. به نکته دیگر توجه کنید. ظرافت و دقت در تهیه درخواستنامه شغلی نشانه دقت شماست. گاه بعضی ها به قدر در تهیه این درخواستنامه دقت و ظرافت و خرج می دهند که کارفرما پس از خواندن آن به مصاحبه داوطلب را به کار می گیرد. پس از تهیه درخواستنامه آن را به ترتیب و دقیق چاپ کنید. دقت به خرج دادن در تهیه درخواستنامه شغلی دارای اهمیت فراوان است. هنگام چاپ درخواستنامه از بهترین کاغذ موجود استفاده کنید. عکس فرستاده شونده را به یکی از صحیفه های درخواستنامه چسبانید. فروشندگان موفق از نقش و تأثیر وضع ظاهری خود باخبرند. آنها می دانند تأثیری که در ملاقات نخست روی خریدار می گذارند ادامه دار خواهد بود. درخواستنامه شغلی در حکم فروشنده شماست. باید به آن لباس زیبا بپوشانید. آن را طور تهیه کنید که کارفرمای احتمالی از آن لذت ببرد. اگر شغلی مورد درخواست ارزشمند است، باید به همه توصیه‌های کتاب در این زمینه توجه داشته باشید. گذشته از آن، اگر بتوانید خود را به کارفرمای مورد نظر به خوبی بفروشید، اگر بتوانید به قدر کافی روی آن تأثیر بگذارید، ممکن است بتوانید از همان آغاز معاش بیشتری دریافت کنید. اگر به مؤسسه‌های کاریابی مراجعت کنید، از آنها بخواهید از ورقه هایی که خود شما تهیه کرده اید استفاده کنند. این هم به فایده شما و هم به فایده مرکزی کاریابی است. چگونه به شغل مورد نظری خود دست یابیم؟ هر کس از انجام کاری که مطابق میل او باشد لذت میبرد. نقاش کار با رنگ را دوست می‌دارد. صنعتگر از دستهایش استفاده می‌کند. نویسنده هم مشتاق نوشتن است. کسانی که از استعدادهای مشخص کمتر برخوردارند و مشغولیت‌های خاص در تجارت و صناعت علاقه‌مندند. در هر مملکت نوع‌ها و قسم‌های از کسب‌ها، مشغولیت‌ها و استحصالات گوناگون وجود دارد. تصمیم بگیرید که دقیقاً خواستار چه شغلی هستید. اگر این شغل وجود ندارد، ممکن است بتوانید آن را ایجاد کنید. شرکت یا کسی را که می‌خواهید برای او کار کنید، بیابید. درباره کارفرمای احتمالی خود تحقیق کنید.
از سیاست‌ها، از نیروی کار و از امکان پیشرفت خود در آنجا شبهه نکنید. برابری رسیدن به قدر استعداد و توانایی‌های خود ببینید که چی می‌توانید به آنها پیشنهاد کنید. برنامه بریزید و راه‌های بیابید تا آنها را باور کنید که می‌توانید به خوبی از عهده شغل برآیید. پنجم، بجای آن که به آنها بگویید من طلبکار چنین شغلی هستم، بجای این که بپرسید چی شغلی برای من دارید، درباره آنچه شما می‌توانید به آنها بدهید بیاندیشید. ششم، با نویسنده تجربه‌دار مشورت کنید تا خواسته شما را به زیبایی و با انشای مناسب بر روی کاغذ بیاورد. هفتم، درخواست خود را به کسی که اختیار خدمتجویی دارد پیشنهاد کنید. باور کنید که بقیه کارها به خود انجام می شود. همه شرکت ها و مؤسسه های اقتصادی در جستجوی شخصانی سزاوار هستند که بتوانند از نقطه نظرها، خدمتها و رابطه های آنها بهره‌مند گردند. دلپر باشید که هر شرکت برای کسی که برنامه مشخصی برای فایده رساندن به آن شرکت را داشته باشد استقبال می‌کند. روش پیشنهاد شده ممکن است چند روز یا چند هفته وقت شما را بگیرد، اما فرقی که در درآمد رشد شغلی و شناساندن شما ایجاد می‌کند بیش از حد است که صرف وقت گردید. گاه از 1 تا 5 سال به شما برای رسیدن به هدفتان صرفه‌جویی می‌کند. برنامه‌ریزی دقیق و منظم پیمودن نیمی از راه است.